آدم میره دبیرستان بر اساس ذهنیتی که داره یه رشته‌ای رو انتخاب میکنه، بر اساس آپشنایی که وجود داره میره جلو و معمولا میرسه به کنکور رو که یه کنکوری میده که خودش چه فازی داره، چه داستانی داره، بعد رتبه‌ای رو به دست میاره و انتخاب رشته‌ای میکنه. چند تا رشته رو انتخاب میکنه، حالا بازم بر حسب این که بهشون علاقه داره یا نداره، خودشو میتونه توی قامت اون شغل اون رشته تصور بکنه یا نکنه. چند تا رشته رو میزنه و بر اساس رتبهش حالا یه جایی رو قبول میشه و میره جلو، شروع میکنه به خوندن و یه ذهنیتی داره که بالاخره من میرم دانشگاه، یه سری چیزایی یاد میگیرم، استعدادم شکوفا میشه، توانایی رو به دست میارم و نهایتاً به کارم میاد. یعنی به این منجر میشه که من شغلی به دست بیارم و کسب درآمدی بکنم و ادامه زندگی.